صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. بیایید با حضرت داوود هم صدا شده و بگوییم: ای خداوند، جان ما منتظر توست. بیایید منتظر خداوند باشیم، زیرا نجات و اعانت ما از اوست. ای خداوند، در برابر تو خاموش و آرام ایستیم و انتظار میکشیم تا ما را از هر گناه و ناراستی برهانی، زیرا تو نجات دهنده‌ای و نجات ما فقط از جانب تو می آید. تو تنها صخره و رهاننده و مدافع و قلعه نجات مایی. و برای همین است که هنگام زحمات و جفا، هنگام سختی ها ترسان نخواهیم شد. مردم بسیار هستند که به ظاهر دوست ولی در باطن دشمنان ما هستند، اما تو خدای محبت هستی. پس آرزوهای خود را به پیشگاه تو می آوریم، زیرا تو خدای قادر مطلق هستی و حمایت و موفقیت ما فقط و فقط در دست توست. خداوندا، با نام تو روز خود را آغاز می کنیم و از تو تمنا می کنیم که چشمان ما را بگشا تا از کلام تو چیزهای عجیبی را بیاموزیم. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، برنامه‌ای از صدای انجیل. عیسی مسیح می‌فرماید: من آمدم تا گمشدگان را بجویم و نجات بخشم. من آمدم تا گمشدگان را بجویم و نجات بخشم. برادران و خواهران عزیزم، درود گرم برادرتون کشیش سید رضا مسعودی را پذیرا باشید. امیدوارم که حالتان خوب باشه و در کمال صحت و آرامش، فارغ از نگرانی ها و تشویش های زندگی، نیم ساعت آینده رو با ما باشید تا از کلام خداوند غذای روح رو دریافت کنیم. همونطور که واقفید، در این برنامه ها زندگی و تعلیمات عیسی مسیح را برای شما عاشقان حق و پیروان راستی بیان می کنیم تا با حقیقت خدا و نجاتی که او برای همه ما مهیا کرده است آگاه شده و با پذیرفتن حقیقت جزو فرزندان خدا محسوب شوید. در برنامه این ساعت توجه خود را به فصل 21 از انجیل مقدس به قلم متی حواری جلب نموده و از آیه 18 دنباله هفته آخر زندگی عیسی مسیح در این عالم را برایتون مورد مطالعه قرار می دهیم. آیات را می خونم و سپس در مورد آن توضیحاتی به عرضتون می رسونم.
در آیه 17 متوجه می‌شویم که عیسی مسیح پس از ورود مظفرانه‌اش به اورشلیم شب‌هنگام از شهر اورشلیم خارج میشه و به دهکده‌ای به نام بیت عنیا که در نزدیکی دروازه اورشلیم بود میرود و در منزل مارتا و مریم و الیعازر که او را از قبر زنده کرده بود مسکن می‌گذارد و شب را در آنجا به سر می‌آورد. از آیه 18 دنباله زندگی رو اینطور می‌خوانیم: بامدادان چون به شهر مراجعت میکرد، یعنی وقتی که عیسی مسیح از ده بیت عنیا به سوی اورشلیم برمیگشت، گرسنه شد و در کناره راه یک درخت انجیر دیده نزد آن آمد، اما جز برگ بر آن هیچ نیافت. پس آن را گفت از این به بعد میوه تا به ابد بر تو نشود، که در ساعت درخت انجیر خشکید. وقتی شاگردانش این را دیدن متعجب شده گفتند ای استاد، چه بسیار زود درخت انجیر خشک شده است. عیسی در جواب ایشان گفت هر آینه به شما میگویم اگر ایمان می داشتید و شک نمی نمودید، نه همین را که به درخت انجیر شد می کردید، بلکه هرگاه بدین کوه می گفتید منتقل شده به دریا افکنده شو، چنین می شد. و هر آنچه با ایمان به دعا طلب کنید خواهید یافت. هر آنچه با ایمان به دعا طلب کنید خواهید یافت. در این 4 آیه ظاهراً عیسی مسیح درخت انجیری رو لعنت میکنه و بارها سوال شده که اصولاً چرا این آیات در انجیل به ثبت شده. حقیقت هم اینه که عیسی مسیح با این عمل مهم خود میخواهد 2 درس بسیار مهم را به شاگردان و در نتیجه به من و شما و همه انسانها بدهد. اول نیروی ایمان که اگر ایمان داشته باشیم قادریم کارهای عظیمی را به نام خداوند انجام بدهیم، و دوم سخن از داوری الهی می کند که بدون استثناء همه انسانها را در بر می گیرد. در این آیات می بینیم که صبح روز دوشنبه وقتی که عیسی مسیح از بیت عنیا به اورشلیم مراجعت می فرماید، در بین راه گرسنه میشه. از دور درخت انجیر پربرگی رو میبینه، پس میره پلون تا ببینه آیا میتواند چیزی در آن پیدا کند یا نه. وقتی به آن درخت میرسه جز برگ چیزی رو نمیبینه. چرا؟ چون هنوز فصل انجیر نبود. پس به درخت میگه که دیگر کسی از میوه تو نخواهد خورد و شاگردانش این را میشنوند. در اواخر بهار معمولاً در لابلای برگ‌های درخت انجیر در اسرائیل میوه کهنه یا انجیر خشک دیده میشه و حتی میوه جدید کم کم هم سرخفام میشه و قابل خوردنه، ولی این درخت میوه اصلا نداشت و فقط برگ داشت. مسیح او را در واقع توبیخ میکند و آن را نابود مینماید. حالا دوستان عزیز، موضوع اینه که درخت انجیر در تورات و انجیل همیشه به نشانه قوم یهود آمده است و در اینجا می‌بینیم که ظاهر آنان همانند درخت انجیر که پربرگ بود، یهودیان هم مردمی بسیار مذهبی و متدین بودند و رؤسای مذهبی با تمام قوا سعی می‌کردند که مردم نه فقط رسومات مذهبی را انجام بدن، بلکه همه جوانب ظاهری مذهب را حفظ کنند. و فراموش نکنید که آنان یگانه قومی در این عالم بودند که به خدا یکتا معتقد بودند و یک مذهب کامل و درستی داشتند. به طوری که وقتی که یهودیان همدیگر را می‌دیدند همه میگفتند که اینها مردمان بسیار مذهبی و متدین هستند. ولی عیسی مسیح یهودیان مذهبی را همانند درخت انجیری می‌داند که پربرگ هستند. ظاهر دین را کاملا حفظ میکنند، درست مثل اون درخت انجیر که پربر بود و انگار اینکه میوه بسیاری داره، ولی باطناً هیچ ارزشی ندارن. باطناً در واقع خدا را نمیشناسن. دوستان عزیز، امروز عیسی مسیح نیز به من و شما میگوید که اگر ثمرات ایمان، ثمرات اعتقادات شما به خدای تعالی در شما آشکار نباشه، حتی تمام رسومات و قوانین مذهبی رو که انجام بدهیم باز بیهوده است. خداوند در روز داوری به ثمرات یا نتیجه ایمان اهمیت میدهد و نه به ظاهر خودش.
عیسی مسیح در فصل 15 از انجیل یوحنا میگوید آن درختی که میوه نیاورد بریده شده و در آتش افکنده خواهد شد. و بعد به شاگردانش که از خشک شدن درخت انجیر شوکه شده بودند میگوید باور کنید اگر شما هم ایمان داشته باشید و شک نکنید از این کارها و چه بسا بیشتر میتوانید کنید. خیلی بیشتر از این حتی میتوانید ایمان خودتون ثابت کنید که به این کوه زیتون دستور بدید که از این جا بلند بشه و به دریا بیفتد و این کار میشه. به عبارت دیگر عیسی مسیح به آنها میخواهد تعلیم بده که با ایمان شما قادرید کارهای عظیمی بکنید. کارهای غیر ممکن فقط توسط ایمان میسر است. عیسی مسیح تعلیم میداد که قدرت ایمان برتر از هر نیروی انسانی می باشد. و دوستان عزیز، من شخصا وقتی فکر می کنم به خاطر ایمانی که به عیسی مسیح دارم چطور خدا اجازه داده که پیام مقدس انجیل را، این پیام آسمانی، پیام حیات بخش و جاودانه خدا را از این لبهای خاکی و از این تن بی ارزش بیان کنم، در قدرت ایمان حیرانم که اگر ایمان باشد معجزات عظیم است. خیلی از شما با شنیدن ندای آسمانی، با گفتار خدا را که شنیدید و ایمان آوردن به آن، شاهد این قدرت خدا در زندگیتون بودید که ایمان شما چگونه آنچه را که قدرت دنیا و نیروی بشری قادر به انجام آن نبوده در شما انجام داده است، که چگونه شما را موجودی تازه کرده است، چگونه شما را شخصیتی تازه عطا کرده و شما را وارد عالم معنویت نموده. هیچ نیرویی در این عالم، هیچ ثروتی، هیچ ارتشی در این جهان نمیتواند شما را از عالم جسم به عالم معنویت وارد کند مگر نیروی ایمان. قدرت ایمان به مسیح مافوق هر قدرت دیگری در این عالم است. پس از این واقعه عیسی وارد شهر اورشلیم میشه و مستقیما به عبادتگاه مقدس رفته و شروع به تعلیم دادن مردم میکند. همون دیروز بود که عیسی در این عبادتگاه ظاهر شده بود و مردم را از شرارت ها باز داشته بود. عبادتگاه را از مفتخوران و حق بازان پاک کرده بود. وقتی رؤسای دینی دیدن که جمعیت زیادی دوباره دور عیسی جمع شدن در عبادتگاه، ترسیدن. برای اینکه میترسیدن که عیسی مسیح نان آنها را به قول معروف نقش برآب کنه، کیسه آنها را خالی کنه و به مردم بگی که پیرو اون نباشید. برای اینکه مردم را بر علیه خود عیسی بشورانن، پیش عیسی مسیح میان و با سوالهای خود سعی میکنن که عیسی را در تله بیاندازن. برای همین بود که برمیگردن و از عیسی سوال میکنن که قدرت تو از کجاست؟ گوش کنید که به آیات 23 الی 27. و چون به هیکل در آمد، یا وقتی که عیسی وارد عبادتگاه شد، مردم را تعلیم میداد. رؤسای کهنه و مشایخ قوم نزد او آمده گفتند به چه قدرت این اعمال را می نمایی، که اشاره به معجزات و اینکه پاک کردن معبد است، و کیست که این قدرت را به تو داده است؟ عیسی در جواب ایشان گفت من نیز از شما سخنی میپرسم. اگر آن را به من بگویید، من هم به شما میگویم که این اعمال را به چه قدرت می نمایم. تعمید یحیی از کجا بود؟ از آسمان یا از انسان؟ ایشان با خود تفکر کرده گفتند اگر گوییم از آسمان بود، هناینه گوید پس چرا به او ایمان نیاوردید؟ و اگر گوییم از انسان بود، از مردم میترسیم، زیرا که همه یحیی را نبی میدانند. پس در جواب عیسی گفتند ما نمیدانیم. عیسی به ایشان گفت من هم شما را نمیگویم که به چه قدرت این کارها را انجام میدم. ای عزیزان، در این آیات رؤسای دینی رو میبینیم که رفتار خصمانهشون نسبت به مسیح روز به روز شدیدتر شده. عجیب اینجاست که آنها هرگز از کاری که عیسی مسیح انجام میداد خورده نمیگرفتند. چرا؟ چون نمیتوانستند معجزات عیسی را منکر شوند. صدها نفر در آن محل بودند که از دست مبارک عیسی شفا یافته بودند و اگر آنها صادقانه دنبال جواب سوالشون بودند
که مسیح با چه قدرتی این معجزات را انجام می‌دهد، خیلی راحت می‌توانستند پاسخ خود را بیابند. چرا؟ چون آنان تنها ملتی بودند در این زمان که به خدای واحد و قدرت خدای تعالی ایمان کامل داشتند و می‌دانستند که فقط و فقط خدای زنده، خدای قادر مطلق، خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب و موسی است که معجزات این چنین می‌تواند بکند. ولی آنها می‌خواستند از مسیح بشنوند که او بگوید که از پدر خودم، دقت کنید، و یا جوابی که مردم را توسط آن به شورش درآورند. ولی عیسی مسیح که از عقیده و مقصود و هدف آنان آگاه بود، با سوال کردن از آنها روی آنها را سیاه می‌کند. مسیح می‌پرسه آیا یحیای نبی از طرف خدا فرستاده شده بود یا نه؟ رؤسای دینی با هم مشورت میکنن و به هم میگن که اگر بگیم از طرف خدا بود، اون وقت مسیح میگه خب اگر از طرف خدا بود چرا حرفای او را قبول نکردید؟ چرا؟ چون که یحیی نیز شهادت داده بود که عیسی آن بره خداست، آن یگانه خداست. حالا میگن اگر بگیم که از طرف خدا هم نبود، این مردم بر علیه ما قیام میکنن، بر ما هجوم می آورند و ما را مورد انتقاد قرار میدن. چرا؟ چون همه میدانستند که یحیی رسول خدا بود. دامی را که برای مسیح درست کرده بودند حالا نصیب خودشون شده بود. برای همین بود که جواب احمقانه‌ای میدن، میگویند ما نمیدانیم. عجبا، چگونه ممکن است که آنان ندانند؟ آنان خود نزد یحیی رفته بودن، گفته بودن که چه کنیم که به حضور خدا مقبول پسند بشیم. حالا میگویند که ما نمیدونیم یحیی از چه قدرتی بهره مند بود. مسیح رو به آنها میکند و برای اینکه آنان را متوجه شخصیت نادرست و رفتار مکر آمیزشون نماید تا به خودشون بیان و توبه کنند، به آنان میگوید من هم جواب سوال شما را نمیدهم. و بعد برایشان مسئله بازگو میکند که چهره واقعی آنان را نشان میدهد و این امر البته سبب میشه که آنقدر عصبانی بشن که بعد از این حرف قصد قتل مسیح را میکنن. او رو به رؤسای مذهبی میکنه و این داستان را براشون بازگو میکند. میگوید نظرتون درباره این داستان چیه؟ دقت کنید، نظرتون درباره این داستان چیه؟ از آیه 28 الی 33 براتون میخونم. مسیح رو به رؤسای دینی میگوید شما چه نظری دارید؟ شخصی را 2 پسر بود. نزد پسر نخستین خود آمده گفت ای فرزندم، امروز به تاکستان من رفته به کار مشغول شو. پسر در جواب گفت نخواهم رفت. اما بعد پشیمون شده برفت. و به دومی نیز همچنین گفت. او در جواب گفت ای آقای من میروم، ولی نرفت. کدام یک از این 2 خواهش پدر را به جا آوردن؟ رؤسای دینی گفتند اولی. عیسی بدشان گفت هر آینه به شما میگویم که باجگیران و فاحشه ها قبل از شما داخل ملکوت خدا میشوند. زان رو که یحیی از راه عدالت نزد شما آمد و بدو ایمان نیاوردید، اما باجگیران و فاحشه ها بدو ایمان آوردند. و شما چون دیدید آخر هم پشیمان نشدید تا بدو ایمان آورید. ای عزیزان، این آیات یکی از شدیدترین حملات عیسی مسیح به رؤسای دینی و ملایان یهود را برای ما بازگو می کند. وقتی که آنان حاضر نشدند جواب مسیح را مبنی بر اینکه یحیی از جانب خدا بود را بدهند، عیسی داستانی تعریف می‌کند تا به آنها یک حقیقت مهم را آشکار کنه و آن اینه که رهبر مذهبی بودن شما در حضور خدا سنار نمیارزه و خیال میکنید که مقبول پسند خدایید. خیر، در عوض از درگاه خدا شما که رؤسای مذهبی هستید رد شده اید. از آنها میپرسد نظرتون در این مورد چیه؟ بعد میگه مردی بود که 2 پسر داشت. به پسر بزرگش خودش میگه که پسرم امروز به مزرعه برو کار کن. پسر جواب میده که بابا جون من نمیرم، ولی بعد پشیمون میشه و میره به مزرعه و کار میکنه. پس از آن به پسر کوچیکش همینو میگه پسر جون تو برو مزرعه و کار کن. پسر کوچیک جواب میده که چشم بابا جون، اطاعت میکنم، من میرم سر کار، ولی نمیره. بعد میگه حالا شما بگید کدام یک از این 2 پسر خواهش پدر را انجام داده و مطیع پدر شده؟
آن که گفت میرم ولی نرفت، یا آن که گفت نمیرم ولی رفت و کار را انجام داد؟ رؤسای دینی جواب میدن که البته آن کس که رفت و کار را انجام داد. آن وقت عیسی به آنها میگه که مطمئن باشید که گناهکاران و فاحشه ها زودتر از شما ای رؤسای مذهبی وارد ملکوت خداوندی میشوند. چرا؟ چون یحیی به شما گفت توبه کنید، به سوی خدا برگردید، ولی حرفش را قبول نکردید، گوش ندادید و حتی حالا هم حاضر نیستید که اعتراف کنید که او یک نبی خدا بوده. شما دعوت یحیی را رد کردید، نپذیرفتید. چرا؟ چون خودتون رو پاک دانستید، در حالی که خیلی از گناهکارها و فاحشه ها وقتی پیام یحیی را شنیدن توبه کردند، ایمان آوردند. و شما شاهد بودید که چگونه افراد شریر و ظالم و خطاکار بر اثر شنیدن دعوت یحیی از کار خود توبه کردند، از اعمال شریرشون دست کشیدن. ولی شما با اینکه این بازگشت ها را دیدید که چطور توسط قدرت کلام یحیی زناکارا توبه کردن، مردم گناهکار توبه کردن، فهمیدید که این قدرت از جانب خداونده، ولی شما توبه نکردید و شما حتی حرف یحیی را هم نپذیرفتید. شما بدانید که اون گناهکاران در درگاه خدا مقبول پسند شدن. چرا؟ چون توبه کردن، از اعمالشون دست کشیدن. وقتی که عیسی مسیح این مثل را میگوید آنها منقلب میشن. چرا؟ چون در واقع همانند آتشی بود که بر سر رؤسای مذهبی بارید. عیسی آنان را با پسر دوم مقایسه میکنه که به پدر آسمانی خود میگویند که ما مطیع توییم، ما شنونده کلامت هستیم ای خدا، هر چی بگی انجام میدیم، ولی عملا هیچ کاری نمیکنن. دوستان عزیز، این مسئله عیسی مسیح نیز امروز در زندگی همه ما صدق میکند و مربوط به من و شما هم هست، نه فقط مربوط به رؤسای دینی یهود. خیلی از ماها خیال میکنیم که چون متدین هستیم، چون در خانواده مذهبی بزرگ شدیم، چون به زیارت رفتیم، چون به وجود خدا معتقدیم، چون مذهبی هستیم، شب و روز دعا میخونیم، خمس و زکات میدهیم، به خانه خدا میریم، دعا و نماز را اجرا میکنیم، رسومات مذهبی را انجام میدیم، خودمون رو کاملا میپوشانیم، قانونهای مذهبی ظاهری رو حفظ میکنیم، خدا از ما راضیه. و در واقع عین رؤسای دینی یهود هستیم که تمام قوانین ظاهری رو مو به مو انجام میدهیم. ولی دوستان عزیز، کلام خدا نشون میده، همین آیات هم نشون میده که این چیزها عامل نجات من و شما نمیشه، من و شما را وارد ملکوت خدا نمیکنه. درست مثل آن پسری هستیم که به پدر میگوییم چشم، من میروم و خواهش تو را انجام میدم، ولی اصلا نمیره. حقیقت امر اینه تا عملا در زندگی ما ثمرات خداشناسی، محبت، نیکویی، فروتنی، گذشت، فداکاری، جانبازی، کوچک بودن، خدمت کردن در ما آشکار نشود، تا محبت خدا را در زندگیمون عملا نشان ندهیم، تا درستی و صداقت و پاکی رو عملا آشکار نسازیم، هر چقدر هم دعا و نماز بخوانیم و تشریفات مذهبی را اجرا کنیم، سنار نمیارزد، همش بیهوده است. تا تغییرات درونی در ما به وجود نیاید، تا روش زندگی و طرز فکر و اعمال ما عوض نشود، تا صفات و سیرت الهی در خود جا ندهیم و به قول کتاب مقدس تا صاحب قلبی نو و زندگی تازه نشویم و در عالم معنویت تولد نیابیم، تمام اعتماد و اعتقاداتمون در واقع پوچ و بیهوده است. یعنی اینها ما را نجات نمیدهد مگر اینکه در صفات و سیرت الهی غرق شویم و از نو تولد شده باشیم. کلام خداوند میگوید هر کسی که در مسیح است یا هر ایماندار حقیقی خلقت تازه است، موجود تازه است، صاحب قلب تازه است. چیزهای کهنه درگذشته، اینک همه چیز تازه شده است. کتاب مقدس میگوید توبه ما بایستی همراه با یک تولد تازه باشد. سوال مهم دوستان عزیز اینه که آیا شما از نو تولد شده اید؟ باجگیران و ظالمان و شریران و حتی فاحشه ها وقتی پیغام خدا را شنیدند،
وقتی یحیی به آنها گفت توبه کنید چون راه خدای نیست، آنها از شرارت خود دست کشیدند، از حق بازیشون دست برداشتن، از حرفای زشت و رکیکی که میگفتن توبه کردن. آنها متوجه گناهان خودشون شدن و پشیمان شدن و توبه کردن و در نتیجه خدا آنها را بخشید. سوال مهم اینه که من و شما چه؟ آیا من و شما هم متوجه گناهان خودمون شده ایم و نسبت به آن احساس شرم داریم و توبه کرده ایم، و یا مانند رؤسای ریاکار مذهبی میگوییم که من چه گناهی کردم؟ من چه گناهی کردم که نیازمند توبه باشم؟ من دعامو خوندم، نمازمو خوندم و خمس و زکاتو میدم و قوانینو انجام میدم، من پاک هستم. خودمون رو با کسی که معتاده مقایسه میکنیم، با کسی که دزدی کرده و گرفتنش مقایسه میکنیم و خود را پاک میبینیم. دوستان عزیز، کتاب مقدس میگوید که همه انسان ها از بدو تولد در گناه آغشته شدند و عیسی مسیح میگوید گناهکاران و فاحشه‌ها و افراد شریری که نسبت به خطایای خود واقف شده و توبه کرده اند، آنان وارد ملکوت الهی شدند. و حقیقت امر اینه دوستان عزیز، من و شما نیز گناه کردیم و این گناهان یا نسبت به خدا بوده و یا نسبت به بنده خدا که باز هم نسبت به خدا محسوب میشه. اشتباه خواهد بود که منکر خطایای خودمون بشیم. اشتباه خواهد بود که بگیم که گناه نکردیم، پاک هستیم. بیایید دوستان عزیز مثل رؤسای مذهبی فکر نکنیم. مثل آن پسر نباشیم که به خدا بگیم بله خدایا ما نوکرتیم، همه قوانین تو رو انجام میدیم ولی عملا هیچی انجام ندهیم. بلکه بیایید مثل آن باجگیری باشیم که وقتی پیغام خدا را شنید و متوجه شد که خطا کرده، پشیمون شد، رفت توبه کرد و دیگر خطا نکرد، دیگه مالخوری نکرد، دیگه رشوه نگرفت و به قول معروف زندگی فقیرانش رو بر زندگی ثروت ولی پر از ریا و دروغ ترجیح داد. وقتی که این آیات را میخوانیم دوستان عزیز ملاحظه میکنیم که خداوند با من و شما نیز صحبت میکنه. امروز این پیام برای من و شماست. من و شما نمیتوانیم منکر این بشویم که گناه نکرده ایم، حرفای زشت نزده ایم، دروغ نگفتیم، تظاهر نکرده ایم، خودخواهی نداریم، غرور نداریم. کتاب مقدس میگه که تمامی دل انسان مریضه، ناپاکه، کثیفه و انسان قلباً وقتی که ناپاک باشه ظاهرش حتی با طلای خالص پوشیده باشد از نظر خدا ناپاک حساب میشه. چرا؟ چون خدا به دل میگرد. دوستان عزیز، اگر خداوند امروز با شما صحبت کرده، یعنی در وجدان خودتون احساس میکنید که بله لازم است توبه کنید، صادقانه بایستی به درگاه خدا بیایید. به شما مژده دارم که امروز روز نجات است، امروز روز تولد تازه است، امروز روز پذیرفتن پیام و دعوت خداوند است. پس اگر ندای او را در دلتون میشنوید، دل خودتون رو خار مسازید، سخت مکنید، بلکه به حضور خدا بیایید، توبه کنید و از او بخواهید که شما را ببخشد. اگر صادقانه دعا کنید و از خداوند طلب بخشش کنید، خدای مهربانی که محبت خویش را در عیسی مسیح به ما آشکار کرده است شما را خواهد بخشید. شرطش اینه که متوجه گناهانتون شده، از آن پشیمان شده و به حضور خدا آمده و از عیسی مسیح شفیع و نجات دهنده طلب کنید که شما را ببخشد. او این کار را می کند و شما را از هر گناهی پاک می سازد و آن وقت است که می دونید که ایمان شما، قدرت ایمان شما را وارد ملکوت خدا کرده است. حق نگهدارتون باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com.
و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.